آیا شما گازت مطالعه میکنید؟ بله نه. نه راستی که گازت چند وقت نخوندم. گو بله. گازت میخونیم؟ گازت نه. نه گازت نمیخونم. آه نه هیچ طور. نه вообще. بله. نو بسیار کتاب میخونم. کدوم گازت تاجیکی نمیخونم. میخونم. بعضا در کتابخانه ملی و شعبه مطبوعات سر میزنم. کدام گازت آرام بیشتر؟ از نارودنی گازت سر کرده تا جمهوریت صدای مردم ای کدامش بود SSR هزار آزیا پلوس رکلام آموزگار. в интернет Азия Плюс, кстати, читаю Азия Плюс. Reklama ya çizdik. گازت آموزگار مطالعه میکنم بود منبر گازت دادم یک موزه عجایب نمیبینم. دلکشا با چی بود؟ با پیرو بود. Tacikistan Cumhuriyet. من بیشتر گازت محبت و عائله را بیشتر دوست می‌دارم. Gazete Tacikistan Cumhuriyet. Azia Plus. صدای مردم. زوری از پلوس بیشتر خبرها رو مطالعه و گاهی نیز از فرش و روزنامه تاجیکستان یعنی پرس تیجی نیز بازدید میکنم. جمهوریت صدای مردم یکم وقت نداریم. اویلا گازت تاجیکستان من بسیارتر گازتای فرج، سمک، کم SSR. گازت اویلا از پلوس تاجیکستان عائله میگیرم و میگم چیزی.